محض احتیاط این دفعه رو با اسکایپ هم رکورد میکنم. اوکی. صدای من واضحه دیگه؟ آره. دوستان آره من واضح میشنوم. خب سلام. خب ما دفعه پیش که در مورد سی پی و مموری صحبت کردیم تا تقریبا آخر مبحثی که اینجا گذاشتیم در موردش صحبت کردیم. حالا خلاصه‌شو اگه بخوایم بگیم این بود که ما هر چقدر اینجوری بگیم که ما هر چی بتونیم یه کاری کنیم که سی پی یو نخواد بره سراغ مموری و دیتا فچ کنه دوباره از مموری و طبیعتا بیاره تو کشش و رجیستر ازش استفاده کنه، خب سرعت بهتری خواهیم داشت. و خب در مورد سرعت فچ کردن دیتا از کش L1 و L2 و L3 و در نهایت هم مموری صحبت کردیم که خب به لحاظ هزینه‌ای هزینه‌شون تقریبا تصاعدیه. بهتره که پس یه کاری کنیم که تا جای ممکن سراغ مموری نریم. خب این مشخصاً یه چیزیه که یه ذره سخته، ولی هم سخته همین که بعضی جاها نشده، ولی خب حالا تا جایی که بشه بهتره که این کارو بکنیم. این بیشتر یه دیسیپلینی قراره واسه ما تعریف کنه، اونم این که برنده شود مرغ پرتقالی ساخته بچه ها هستم من بهترین آشپز شهره. اگر که میشه میوت کنید همتون. اوکی. کجا بودیم؟ بچه من کرش کرد اسکایپم، نمیدونم دوباره صدای منو دارید یا نه؟ من صدا تو دارم اگه صدا من داری. اوکی. خب یه لحظه اسکرین شیر هم فکر کنم روشن نکرده بودم. خب اسکرین هم هست. داشتیم در مورد چی حرف می‌زدیم؟ مثلا پریدم چی؟ در مورد این که این اتفاقاتی که توی سی پی میفته و این تایمینگایی که ما در موردش صحبت کردیم یه دیسیپلینی رو قراره به ما ارائه بده که باید حواسمون به مموریمون باشه، مموری یوزیجمون در اصل، که این باز یه ذره حالت اکسترمش اینجوری میشه که ما بریم سراغ دیتا اورینتد پروگرامینگ. حالا من خیلی فن این نیستم که بگم فقط دیتا اورینتد پروگرامینگ، یعنی یه جاهایی شاید ترکیب جفتشون با هم دیگه نتیجه بهتری رو بهمون بده، چه توی پرفورمنس، چه توی پرفورمنس دیولپمنت، چه توی پرفورمنس ران تایممون. شاید یه پرفورمنس بهتری در نهایت بهمون بده. ای بابا. اوکی. حالا سوال اصلی اینجا بود که خب ما الان میدونیم که مموری چجوری کار میکنه، سی پی یو چجوری کار میکنه، یه حدودی، یه بنچمارکی از تایمینگی که تو اتفاقات توی سی پی یو میفته داریم. حالا سوال اینه که چی کار کنیم مثلا خب حالا این دیتا رو میدونیم، چی کار میتونیم بکنیم، چه کاری مهمه که انجام بدیم.
یه چیزی هم خب این دیتا های این اطلاعاتی که توی جلسه قبل مخصوصا در موردش صحبت کردیم یه چیزی رو واسمون واضح میکنه که امیدوارم واسه شما واضح شده باشه، واسه من که خیلی واضحه این موضوع. اینکه پروگرامینگ در اصل تغییر دیتا از شکلی به شکل دیگه است. حالا تو هر کانتکسی خب باز موضوع فرق میکنه، ولی خب اگه بخوایم بهش نگاه کنیم مثلا توی کانتکست مثلا نتورکینگ تغییر دیتا از شکلی به شکل دیگه اینجوریه که ما یه دیتایی مثلا توی دیتابیس داریم، میخوایم کوئری بزنیم، این دیتا رو خب از مثلا چه میدونم دیتای دیتابیسی و کالم روید میخوایم تبدیلش کنیم به احتمالاً یک کلاسی، میخوایم تبدیلش کنیم به جیسون یا باینری استریمش کنیم و بفرستیمش اون طرف خط، یه نفری بگیرتش و دوباره اون طرف تغییر دیتا دوباره به یه شکل دیگه. توی مثلا رندرینگ اگه بهش نگاه کنیم ما مثلا چه میدونم یه ورتکس بافری داریم، یه مجموعه از ورتکس ها و ایندکس ها که خب اینا کاملا عددی هن، میخوایم اینو تبدیلش کنیم به یه شات، به یه فریمی که قابل دیدن باشه، در اصل رسترایزش کنیم و خب این پروسه رسترایز و رندرینگ خیلی پروسه طولانی خواهد بود. در نهایت کل جنگی که توی پروگرامینگ هست اینه که یه دیتایی رو از یه فرمی تبدیلش کنیم به یه فرم دیگه و کل صحبت باز اینه که چقدر سریع میتونیم این کار رو انجام بدیم و ضرب در شاید 1 میلیون، شاید 2 میلیون، شاید n میلیون بار میخوایم این کار رو انجام بدیم و حالا تو بازه‌های زمانی مختلف. سوال اصلی اینه که خب الان تمام اینا رو میدونیم چی کار میتونیم بکنیم و این تیکه بحثمون موند واسه این جلسه که چی کار میتونیم بکنیم. یه سری کارهای خب میشه گفت اولیه‌ای هست که میتونیم انجامشون بدیم، مثلا محاسبات ریاضیمون رو روی چه میدونم هسته‌های SSC مثلا پیش ببریم که موازی انگار مثلا دوتا آرایه داریم، این دوتا آرایه رو موازی با هم دیگه مثلا جمع کنیم مثلا، یا ضربای متریکسیمون رو باز همیشه ضرب روشون انجام بدیم، یا کارهای این شکلی که خب اصلا این شکلی نیست که نتیجه مطلوبی به همون نده، ولی آیا کافیه واسمون؟ با سوالی که هست اینه که آیا کافیه این؟ مورد بعدی که داریم و خیلی هم قدیمی اتفاقا اینه که چجوری به آرایه هامون دسترسی پیدا کنیم. حالا فرض کنید که یه آرایه، فرض کنید همون مثلا متریکس، دو تا متریکس مثلا 4x4 داریم، میخوایم تو هم دیگه ضربشون کنیم. اینکه چیدمان المان های این متریکس ها چجوری باشن توی مموری خب خیلی مهمه. اینه که مثلا چه میدونم راوایز باشن یا مثلا کالم وایز باشن و خب تو ضربمون توی الگوریتم ضربی که موجوده خب خیلی تاثیر داره، چون که ایتریتی که داریم انجام میدیم اگر که مثلا المان خط مثلا صفر رو المان صفرش رو میخوایم ضرب در مثلا المان مثلا 1 خط 2 کنیم، خب اگر که ما چیدمان مموریمون راوایز باشه اتفاقی که میفته اینه که ما طبیعتاً یه کشمیسی این وسط داریم، توی حالت اکسترمش داریم صحبت کنیم دیگه، یعنی همیشه این اتفاق نمیفته ولی ما طبیعتاً یه کشمیسی میتونیم این وسط فرض کنیم و اگر که ما کالم وایز بشینیم متریکس همون مموری لیاتش رو کالم وایز بشینیم، اتفاقی که میفته خونه صفر خط اول رو میخوایم خونه صفر خط دوم ضرب کنیم و این دوتا تقریبا نزدیکتر به هم قرار میگیرن. این خیلی مهمه که بدونیم با چه دیتایی سر کار داریم و چه کاری میخوایم باهاش انجام بدیم و بر اساس اون مموری لیاتمون رو بچینیم. یه اتفاق خیلی مشهودش توی یکی از نرم افزارهای خب خیلی خفنیه که خیلی همون احتمالا میشناسید، زیبراش. فرق عمده‌ای که زیبراش مثلا با
مایا داره توی همینه، توی اینه که اونا خیلی دید جدی نسبت به دیتا داشتن، دیتای ورتکس ها، که میتونن مثلا تو اوردر چه میدونم 1,000,000 تا ورتکس رو در لحظه داشته باشن توی ویو پورتشون و ادیت انجام بدن یا هر کاری روش انجام بدن. ولی خب توی نرم افزارهایی مثل مایا و 3D Max خب این عدده خیلی اوردرش پایین تره. این دال بر این نیست که مایا و 3D Max ضعیفن یا بهتره بگیم اصلا قابل قیاس نیستن با هم دیگه این دوتا، چون کار اون مایا مثلا چیز دیگه است و کار 3D Max چیز دیگه است. ولی نکته ای که دارن اینه که هر کدوم به سبک خودشون مموریشون رو دیزاین کردن، مموری اکسس، مموری لیاوتشون. این باز چیزیه که باید در موردش فکر کرد، اینکه آیا واقعا این هم به همون پرفورمنس کافی میده یا نمیده. ولی خب این اگه نظر منو بخواید این احتمال اینکه پرفورمنس بالایی به اون بده خیلی بیشتر از حالتیه که بخوایم همه محاسباتمون رو فقط SST کنیم. حالا باز تا اینجا پیش رفتیم. کسی نظر دیگه ای داره؟ هیچ نظری هیچ نداره. اوکی. باز اگه برگردیم به صحبت‌های جلسه قبل، به نظر میاد که یه بخش عمده‌ای از اپتیمایزمون رو میتونیم توی دسترسی، میتونیم توی کشمیس ندادن به دست بیاریم، که همون چیزی میشه که باز مموری لیاتمون رو باید جوری بچینیم که به کشمیس نرسیم. ولی خب مموری لیاوت هم حالا هر چقدر که درست بچینیمش باز چه اتفاقی میفته؟ اینکه فرض کنید ما مثلا 1,000,000 تا از یه آبجکت مثلا 16 بایتی داریم، یا آبجکت حالا بزرگتر 32 بایتی مثلا 64 بایتی، و خب این 1,000,000 تا 64 بایت عددیه که قابل توجهه و ما طبیعتاً توی ایتریت کردن روی این آرایه به شرایطی برخواهیم خورد که به کشمیس هم برسیم. پس احتمالاً این هم کمک آنچنانی به همون نخواهد کرد. ولی اگه ما دیدمون این باشه که اصلا کشمیس ندیم، که این یه دید غیر معقولی و اصلا نمیتونیم این شکلی باشیم، میرسیم به اونجایی که یه جاهایی مجبوریم کشمیس بدیم به خاطر فلو اپلیکیشنمون. ولی اگر که بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم که چقدر بهتر کرده وضعیتمونو، اینو باید بنچمارکش کنیم واقعا، و حالا به اون نقطه هم میرسیم که بتونیم یه بنچمارکی ازش ببینیم. ولی در نهایت اگر که بخوایم بهش یه عدد بدیم، من شاید این شکلی به اینا عدد بدم که شاید این توی پرفورمنس به همون مثلا 5% کمک کنه. این 5% که می نویسم شاید 5% پرفورمنس، شاید آره شاید 5% پرفورمنسه، ولی کجاها مثلا چند درصد جاهای اپلیکیشن میتونه بهم کمک کنه؟ از نظر من شاید مثلا 4% جاهای مختلف اپلیکیشن شاید بتونه به من کمک کنه، چون من همه جای اپلیکیشن هم قرار نیست که محاسبات ریاضی داشته باشم الزاما. ارای اکسس پترن چجوری میتونه به من کمک کنه؟ باز اگه بخوام به این نمره بدم، اینو نمره مثلا درصد مثلا 20% بهش میدم. کجاهای اپلیکیشن میتونه کمکم کنه؟ خب خیلی جاهای بیشتری میتونه به من کمک کنه. شاید این اوردر مثلا 50% اپلیکیشن من بخوام بهش نمره بدم. این عدد رو من خیلی راف دارم میگم، ولی همینجور طبق شاید کارهایی که کردم این عدد رو دارم میگم. این تیکه اپتیمایز کردن کش الوان،
من یه عددی من کسی میتونه یه عددی به من بگه؟ خب امیدوارم که صدای من بیاد، چون که من دیگه دارم احساس صدات داره آه میاد، نگران اوکی. نباش، صدات میاد. خب امین میگه سی. ببخشید جانم. میشه قبلش یه توضیح کوچیک در مورد این بدین که اصلا منظورتون از اپتیمایز الیک کش چیه؟ به غیر از اون حرفایی که تو جلسه قبل زده شده چیز دیگه ای هم هست؟ نه همونه. ببین اپتیمایز کردن دسترسی به کش، بخوام خیلی برگردم مثلا به مثالای قبلیمون، اگه درست بتونم پیداش کنم. ببین تو این حالت بود که تو فرض کن که میخوای مثلا 1,000,000 تا عدد رو با مثلا 1,000,000 تا عدد دیگه ای که توی آرای هستن میخوای جمع کنی. حالا این 1,000,000 تا عدد اگر که توی دو تا آرایه واقعا اینتجری باشن، خب ایتریت کردن روی این واسه مموری خیلی کار ساده تری خواهد بود، به خاطر اینکه تو دسترسی مموری 4 بایت 4 بایت داره اضافه میشه، داره ایتریت میکنه روی مموری، و خب دسترسیش به مموری که آورده توی کش الوان کاملا واسش بهتره واسش، اینجوری بگیم. ولی اگر که فرض کن که یه دونه اینتجر داری توی آرایت، یه آرایه از آبجکت انگار داریم، استراکچر داریم که یه اینتجر اولشه، یه دونه دابل بعدشه، یه دونه فلوت مثلا بعدشه، و دو تا آرایه از این جنس داری و فقط میخوای اینتجرش با هم دیگه جمع کنی. این وسط مموری، این وسط سی پی یو به خاطر اینکه بین هر دو تا اینتجرت انگار 8 بایت اضافه داره توی حال سیستم 86 x 86 8 بایت اضافه داره، این وسط طبیعتاً به یه جایی میرسی که انگار ترشولد فچ کردن دیتا از مموری میاد پایین، به خاطر اینکه تو اگر قبلا میتونستی مثلا 64 مگابایت دیتای اینتجر رو یه دفعه بیاری توی کشت و همشو با هم جمع کنی، انگار این دفعه اگه فقط اینتجرشو بخوایم حساب کنیم مثلا شده چه میدونم 16 مگابایت، و خب طبیعتا تعداد دفعاتی که سی پی یو کش میس میده و مجبوره بره کل اون مسیر رو دوباره انجام بده انگار زیادتر میشه. پس این یه اپتیمایز کردنه، یعنی انگار ما کار جدی با سی پی یو نداریم مستقیما، یعنی اپتیمایز کردن کش الوان کار مستقیمی با سی پی یو نیست، انگار یه تغییری توی مدل دیتامون، مدل برخورد کردن با دیتامون، مدل مموری لیاتمونه که این تمام این چیزایی که گفتم، تمام این چیزایی که تو جلسه قبلا در موردش صحبت کردیم، یعنی همونه. امین گفتش که 30%. حالا من میخوام یه ذره بیشتر مثلا بگم، من فکر میکنم که حدود 60%، ولی چند جای اپلیکیشن، این چند درصد از جاهای مختلف اپلیکیشنمون رو میتونیم این مدلی باش برخورد کنیم. اگه کسی نظری داره باز بگه، ولی منم حالا یه نظری دارم واسه خودم، میگم مثلا 25%. ولی خب این عددی که اینجا نوشتم باز عدده خیلی خیلی راف گفتم، ولی شاید تو بنچمارک کردن بتونیم خیلی بهتر بهشون برسیم حدودی. ولی به نظرم میاد که این 25%ی که اینجا ما بتونیم اپتیمایز کنیم انگار که 25% از کریتیکال پد اپلیکیشنمونه، این جاییه که انگار کل سی پی یو توش مشغوله. این مثلا فارغ از جایی که چه میدونم میخوایم اپلیکیشن رو اینیشیالایز کنیم، ریسورس لود کنیم، چه میدونم چیزی از آی او بخونیم یا هر کار این شکلی، این جاییه که اپلیکیشن آپن رانینگه و داره کاری انجام میده مدام.
من فکر میکنم که این 25%ش خیلی ارزش داره، با توجه به اینکه ما هر چقدر، اینو دقت کنید، هر چقدر این عدد رو پایین بتونیم نگه داریم، عددی که چند درصد از اپلیکیشن پایین بتونیم نگه داریم و هر چقدر بتونیم این عدد رو ببریم بالا، خب این پوینت خیلی مثبتیه واسمون. چرا؟ چون که با کمترین تغییرات توی دیسیپلین کد نویسیمون میتونیم بهترین پرفورمنس رو بگیریم. یعنی این خیلی نکته مهمیه. امید جان؟ صدامو داری؟ بله بله. یکم در مورد این 60 و 25 با نحوه کارهای اپلیکیشن مشکل دارم. یعنی اگه یه چیز ریل تایم باشه که مدام در حال پروسس مثل کرالرهای سرور باید اوکی هم. خب جاهایی که مثل همون نتورک که داریم مدام یه ریکوست رو برمیداریم و میزنیم، اینو یکم بحث دارم، چون هر چقدر هم بخوایم اینو اپتیمایزر رو ما انجام بدیم، بازم یه سری مپینگا داریم ما اونجا و این کشمیسه رو ما میدیم، چون احتمالا اون مپینگه میره توی استک فریم دیگه و یه داستانی برای خودش ایجاد میکنه. ببین اینو بذار آخر بحث در موردش حرف بزنیم. من کاملا اوکی هم که بحث کنیم در موردش، ولی میخوام که مثالا رو ببینیم با هم دیگه و یعنی مطمئن بشیم که we are on the same page. بعد از اون بریم سراغ این که حالا حالتهای نقضش رو بیاریم مثلا. اوکی باش. آره. یه کار دیگه ای که خب یعنی من خودم این شکلی بودم که اوکی یه جایی ما پرفورمنس هیت جدی داریم و لازمه که خب پرفورمنس رو ببریم بالا. حالا چیکار کنم؟ خب به این فکر میکردم که شاید مالتی تریدینگ، البته این شاید هم یه ذره قوی بود، همیشه مالتی تریدینگ جواب میده بهم. شاید اگر که اون تیکه پروسس رو مثلا خوبش کنم تو چند تا ترید مختلف، شاید کمکم کنه. و این خب خیلی موضوع جدی هم هست که آیا مالتی تریدینگ همیشه میتونه کمک کنه. اینکه مالتی تریدینگ خوبه یا بده رو که ما اصلا در موردش صحبتی نداریم، چون خوب و بدیشو نمیشه خیلی کلی گفت، ولی اینکه آیا میتونه جای چه میدونم جای مثلا مورد بالاییشو بگیره، اپتیمایز کردن کش الوان، یعنی اصلا میتونیم اینو فراموش کنیم و فقط مالتی ترید کنیم؟ آیا مالتی ترید خودش نه. آره. نه. حالا موضوع اینه که آیا مالتی ترید خودش هزینه‌هاش قابل چشم پوشی هست توی هر سیستمی، توی کد نویسی؟ چون مالتی ترید خودش اسم قشنگی داره و خیلی هم فیچر باحالیه، ولی مالتی ترید کردن یه اپلیکیشن انگار یه فاز جدیدی روی کل کد اون اپلیکیشن داره ایجاد میکنه و انگار یه فیچری روی کل اون اپلیکیشن. بگوام. ببین بحث مالتی ترید کردنه ذاتاً این بحثه یه بحثی هم هست که میگه اون زیرم مالتی تریدی اتفاق نمیفته اگه بریم تو لایه‌های پایین‌تر. خب ولی این بحثه نمیتونه جای اون اپتیمایز کشر رو بگیره. به چه دلیل؟ چون یه جاهایی ما تریدامون امکان داره به هم ویت شن. یه سری پروسس ها داریم که اینا دارن انجام میدن و لزوما موازی بودنی معنا نداره. باید منتظر کنه خودشو که اون پروسس توی ترید دیگه بره و اون کارا رو انجام بده. بعد تریدینگ ما معمولا دیگه تهش 255 تا ترید فیزیکال شاید داشته باشیم، بهترین حالت. و یه حالتایی هم ممکنه تو مالتی تریدینگ ما به وجود بیاریم که ترید بسته نشه، یعنی یه کاری بکنیم که کل داستان بره هوا و کلا ویت کنیم. این موضوع آخری که گفتی این دیگه بد کدینگ ماست، یعنی اینو نمیتونیم تقصیر سیستم بذاریم. این دقیقاً بد کدینگ. آره، ما فرض میکنیم که بیس کدینگ انجام میدیم ما اینجوری فرض کنیم
ولی آره موضوع اولی که گفتی درسته، ولی اونم باز راه حل هایی داره که بتونیم یعنی یه کاری کنیم که اون اتفاقا واسه هم نیفته. یعنی در از ریس کاندیشن رخ نده روی مموری. ولی خب آیا بازم اون حالت اون چیز پرفکتی که میخوایم و به همون میده یا نه؟ من بخوام یه عدد بگم، اگه شما هم نظری دارید بگید دیگه. تا اینجا پیش اومدیم. میشه در مورد هزینه‌های مالتی ترد هم یکم بیشتر توضیح بدید؟ آره میشه. مالتی ترد بذار من یه عددی بگم و در مورد مالتی ترد هم رو صحبت کنم. من میگم 30%، ولی بدبختی که واسم میاره 70%. و اصلا این درصدایی که دارم اینجا میزنم حتی با اینکه رافع و نظر شخصی منه، اصلا به این معنی نیست که من مالتی ترید هیچ وقت استفاده نمی کنم. من اتفاقا خیلی هم خوشم میاد از مالتی تریدینگ. آره درصد پرفورمنس بود. درصد چی؟ دومی درصد کارایی نبود مثلا نه. کجای اپلیکیشن. درصد کارایی نبود. ببین اولی درصد این بود که چقدر پرفورمنس میتونه به همون اضافه کنه. دومی درصد این بود که چقدر جاهای مختلف اپلیکیشن میتونیم ازش استفاده کنیم. دومی گفتی بدبختی آخه. آره همین بود، درست میگم؟ بود. این یه سومی هم باید اضافه کنیم پس. آها دومی این بود که چقدر جاهای اپلیکیشن بهمون کمک میکنه. این بود. آره همچین چیزی بود. خب پس من اون ور طیفه دیدم. پس من اینجوری در موردش اینجوری نظر میدم. نه همین، چرا منو گمراه میکنی؟ همین بود که زدم دیگه. چقدر اوورهد روی کدمون ایجاد میکنه، روی پرفورمنس دیولپمنتمون ایجاد میکنه، و چقدر پرفورمنس ران تایم به همون میده دیگه. که این عدد هر چقدر پایین تر باشه و یکی بالاتر باشه انگار اوضاعمون بهتره تو اون حالت. این بود دیگه. خب یه نفری یه چیزی گفتش که من میس کردم. چی بود؟ خب حالا میشه بگید اگر که امکان داره. میگم های سی پی یو مثل SSE بین ترد ها مشترکه. توی مالتی ترد باید این موارد هم در نظر گرفته بشه. اول جمله رو میگی یه بار دیگه؟ بعضی از امکانات سی پی یو مثل بین ترد ها مشترکه. توی مالتی ترد باید این موارد هم در نظر گرفته بشه. یا احتمالاً سوال بوده دیگه. آره نه به نظر میاد که یعنی اینجوریه داستان که اونا اتمیک اپریشنن و در اصل توی مالتی تریدینگ خیلی مهم نیست که نگرانشون باشی، ولی یه نکته‌ای داره، اینه که خود اپریشن اتمیک مهمه که حواست باشه کجا داری سراغش میری، به خاطر اینکه یه دفعه‌ای وقفه ایجاد میکنه واسه، و این وقفه ها ممکنه که توی تعداد بالا خیلی جدی خب تاثیر عکس بذاره واسه، به جای اینکه تاثیر مثبت بذاره. این مورد اتمیک اپریشن رو من یه ذره شاید بدجا نوشتمش، یعنی شاید یه سولوشن یه جوری مثلا کمکی بوده انگار واسم، این جزء کارهایی که میتونیم بکنیم نبود. خب ببین الان ما چهار تا کاری که من به ذهنم رسیده میتونیم انجام بدیم و این 4 تا کار با درصدایی که من فکر کردم شاید این شکلی هن. و به نظرم میاد که شما نظر دیگه ای دارید؟ آیا کسی نظر دیگه ای داره؟ من به نظرم میاد که 2 تای آخری شاید بهترین کمک رو به من بکنن. این که
ولی اولویت اینکه سراغ کدوم یکی برم، اولویت خب طبیعتا اپتیمایز کردن کش الوان خب واسه من خیلی جدی تره. این اپتیمایز کردن کش الوان خب در موردش صحبت کردیم که مجموعه‌ای از یه سری کاراست دیگه. مموری لیات تو درست بچینی، اون شکلی که سی پی یو دوست داره بچینی، الگوریتم تو چجوری پیاده میکنی، به چند تا کاره که حالا خیلی بخوایم اسم بذاریم روش میشه دیتا اورینتد پروگرامینگ، خیلی راحتش. من اولویتم اینه که اول برم سراغ حالت اپتیمایز کردن کش الوان و تو دومین قدم برم سراغ مالتی تریدینگ. ولی مالتی تریدینگ رو شاید فکر نکردم بهش الان میخوام اینو بگم، ولی شاید بیشتر سراغ مالتی تریدینگ میرم وقتی که میخوام یه سری کار رو پارالل با اپلیکیشنم انجام بدم و اپلیکیشنم انگار دیپندنسی جدی نداره بهش. حالا مثالش هم میگم. یا میخوام مثلا یه کاری با آی او انجام بدم و اون کار با آی او خب طبیعتا هیچ کار خاصی نمیتونم واسش بکنم که سریعتر بشه دیگه، هارد دیگه، حالا یا HDD یا مثلا یا SSD یا یه چیزی هستی و کاری نمیتونم بکنم دیگه. OS و سخت افزار و اون واسه خودش یه تایمی میبره به هر حال. توی مدل اول که میخوام پارالل یه کاری انجام بدم و خب شاید اپلیکیشن دیپندنت نباشه به اون کاره، شاید مثلا ریسورس لود کردن چجوری مثلا بخوام مثلا مثال گیمیشو بزنم، شاید مثلا 100 تا دونه تکسچر داریم توی سین، این تکسچر رو تمامشون باید لود بشن از روی حالا استوریج هر چی که هست. خب این 100 تا میتونه، یعنی من میتونم گیمم رو ران کنم با یه حد اقلی، مخصوصا اگر تو لایه دیولپمنت باشم. اگه مثلا گیم انجین میخواد بیاد بالا، میتونم گیم انجینم رو لود کنم، سینم رو لود کنم، حالا تکسچرام یواش یواش به مرور زمان یواش یواش از روی استوریجم لود میشه و تبدیل میشه به تکسچر، میره توی رم جی پی یو و خلاصه اون چیزی میشه که من میبینم و این میتونه یواش یواش اتفاق بیفته. ولی مثلا چه میدونم، خیلی خیلی ابتدایی دارم میگم، کانفیگوریشن مثلا اپلیکیشن خب نمیتونه، این یه چیزی نیست که بتونه مثلا پارالل لود بشه، این چیزی که باید وجود داشته باشه تا اپلیکیشن خودش رو روش اینیشیالایز کنه. یه چیز، دو تا مثال این شکلی زدم که واسهتون یکمی واضح بشه حرفم. واسه همین قبل از اینکه بری سراغ بگو. تا چیز نشده نرفتی، یه چیزی که اینجا فکر میکنم کمه بحث مینتین کردن کد است. خب اینم فکر کنم کد توی مالتی تریدینگ، مینتین کردن کد بین تفاوتش بین OOP و DOD، چون همیشه هم بحث میکنم میگه این DOD رو چجوری میخواید مینتین کنید که همیشه باید لیات مموری بر اساس فیچرهای جدید تغییر بدی. خب این یه موضوع فکر میکنم یه بحث ریزی هم باید در موردش بریم. ببین حالا بذار تو کاره، ولی فعلا بریم سراغ اون مثاله، اینو بعدا میتونیم. آره من در جوابت اینو بگم که من خیلی تجربه شاید تو این موردی که میگی ندارم، یعنی من انقدر دیودی پیدا نکردم که شاید بتونم اینو در موردش صحبت بکنم، اظهار نظر کنم. ولی خب اوکی، حالا هر جا که یعنی اگه چیزی به در بخوری بدونم حتما در موردش حرف بزنم. خب ببین الان من پلنم اینه که یک کمی روی کد در مورد دیتا اورینتد پروگرامینگ صحبت کنم، یه ذره مثال بیاریم، یه ذره در موردش صحبت کنیم و بعدش هم حالا یه کمی کدای مثلا مالتی تریدد ببینیم. اگر کسی قبل اینا صحبتی داره که من خوشحال میشم، اگر نه میتونیم بریم سراغ اون کدا. البته من یه دونش باید کلام میگیرم، فکر کنم ندارم رو سیستم، ولی خب حالا
خب امیدوارم که شما همدرد من باشید، اینترنت خیلی بد باشه. اوه. خب چی شد؟ تنها نیست. بله. اوکی. اگر یه وقت ریزه به من بگید، من عادت دارم انقدری کار کنم. اگر ریزه به من بگید. ببین بزرگتر. آره خوبه. آره خیلی ریزش کردی. الان ریزش کردم. آره الان ریز شد. الان خوبه. وایسا. من احساس کنم یه دیلی جدی داری. آره چت کنم مثلا 10 ثانیه بعد به تو میرسه. خب آره. اوکی. من حالا یه توضیحاتی میدم. این یه پروژه، یه گیم انجینیه در اصل. یه گیم انجینیه که من دارم روش کار میکنم، ولی من بیشتر میخوام یه تیکه‌ای که سعی کردم دیتا اورینتد توی این گیم انجین پیاده کنم و در موردش صحبت کنیم. خیلی مهم نیست کلش چی کار میکنه، حالا اگه یه موقعی هم شد در مورد کلش صحبت میکنیم، ولی من بیشتر تیکه دیتا اورینتدش میخوام در موردش یه نگاهی بهش بندازیم. یه توضیحی هم میدم. من تیکه گیم آبجکت سیستم این گیم انجین رو سعی کردم دیتا اورینتد پیاده کنم و خیلی نتیجه مثبتی هم البته گرفتم ازش، و هیچ جای دیگه این اپلیکیشن دیتا اورینتد نیست، همه جاش OOPه. البته OOP هم که میگم خیلی فکر نکنید همه چیز OOP سفته، خیلی عادی کد نوشتم. OOP جدی هم استفاده نمی کنم. خب گیم آبجکت سیستم، یه آورویو باز بخوام بگم از گیم آبجکت سیستم. گیم آبجکت سیستم من یه لایه اینترفیس داره که یه لایه دامیه و هیچ کاری خودش انجام نمیده. در اصل یه سری رفرنس داره انگار به لایه دیتا اورینتد شده. چرا من این لایه رو نوشتم؟ به خاطر اینکه یوزر فرندلی باشه. یوزر منظورم دیولپریه که دیولپر که هیچ وقت قرار نیست باش کار کنه، هیچ دیولپری قرار نیست با این کار کنه. در اصل یوزر فرندلی باشه این اینترفیسه، و این اینترفیس یه نموری فکر کنین مثلا OOPه، ولی خب خودش هیچ کاری انجام نمیده، یعنی هیچ کار جدی با دیتا نداره به هیچ وجه. نکته مهمش وقتیه که توی ران تایم قراره چه میدونم رندرینگ انجام بده و اونجاست که مموری لیاتی که اون زیر چیدم، یعنی تو لایه اصلی دیتام چیدم، اونجا خودشو نشون میده، یعنی نتیجهشو نشون میده. و قبلش هم اینو بگم که فکر نکنید خیلی افیشنته، یعنی از نظر خودم حداقل اینجوریه که خیلی افیشنت ننوشتم اون تیکه رو، اون تیکه دیتا اورینتد رو، ولی نتیجه‌ای که به من داده واقعا خیلی جدی و خوب بوده. بنچمارک متاسفانه از این ندارم که بهتون نشون بدم، ولی باز حالا خودش رو نگاه کردم بد نیست. خب من اگه بخوام ببین من ترکیب کلی دیتامو بهتون نشون میدم اینجا. ترکیب کلی دیتای من یه سین دیتاییه، یه تعریف کلیه که داخل خودش یه مجموعه‌ای که یه آیدی هم داره که حالا خیلی آیدی مهم نیست، یه مجموعه‌ای از آبجکت ها با تایپ های مختلف و توی آرایه های مختص خودشون نگه میدارم. مثلا کامرا هم هستن، چه میدونم رندریبل هم هستن، لایت هم هستن، تکست رندریبل هم هستن باز، و تایپ های دیگه طبیعتا دنبال این اضافه میشن. که یه چیزی که الان اینجا کم داره و احتمالاً واسه یه سوالی هم پیش بیاد اینه که تایپ های کاستومایز کجان؟ تایپ های کاستومایز الان جایی نیستن.
اینجا بهتون بدم. الان وجود ندارن فعلا. و خب من باز استراکچر اینا رو اگه نگاه کنیم، مثلا کامراها رو نگاه کنیم، یه گیم آبجکت های کامرا رو داریم که لیستشون وجود داره، ترانسفورم هایی که واسه گیم آبجکت های کامرا هستن و دیتا های مرتبط مختص خود کامرا. و یه نکته ای که داره اینه که اینجا اینا سه تا تایپ داخلیشون رو نشون بدم. من یه دیتا منیجر بیسی دارم که داخل خودش یه آرایه‌ای از چه میدونم هر چیزی نگه میداره و مثلا گیم آبجکت دیتا منیجرم باز دوباره ارزون ارث میبره. اینجاها ببینید کاملا OOP همه چی. ترانسفورم دیتا منیجر هم باز دوباره از کامپوننت دیتا منیجر ارث میبره که خودش از دیتا منیجر بیس ارث بری میکنه و ترانسفورم دیتا منیجر هم باز داخلش اینجاست که دیتا اورینتد میشه. یه سری متریکس داره که لوکال متریکس هاشن، مثلا یه سری کاترنیون داره که لوکال کاترنیون هاشن و همینطور در ادامه. تمام تایپ های دیگه هم این شکلیه. من خیلی سراغ اونا نمیرم بخاطر اینکه بحثم دراز میشه. ولی یه چیزی رو دقت کنید، اینجا من 3 تا لیست دارم که این 3 تا لیست اگر اولیشون یه دونه بهش اضافه میشه قطعا به دومی و سومی هم اضافه میشه. یعنی سایز اینا کاملا متناسب با هم دیگه است. یعنی هر المنتی من به این اضافه کنم به این یکی و این یکی هم اضافه میکنم. که این نمایانگر چیه؟ فرض کنید من یه آبجکت کامرایی اضافه میکنم که هر کامرایی خب طبیعتا یه ترانسفورمی داره و هر ترانسفورمی یه دونه لوکال متریکس داره، یه دونه لوکال کاترنیون داره که اورینتیشنش در است و یه دونه ورد متریکس داره. پس طبیعتا هر کدوم از این کامراها این ستا رو قطعا دارن. هر کامرایی یه آیدی داره که آیدیش در اصل ایندکس آیتمیه که توی این ستا لیست هست. این لیست هم اسمشون لیست لینک لیست نیستن، در اصل همون اری هست. و خب من با آیدی مثلا کامرا آبجکتم میتونم دقیقاً دیتای متریکس هاشو پیدا کنم جاشو و این کار ساده ایه واسم. من اگه بخوام اینترفیس کامرا رو هم نشونتون بدم، اینترفیس گیم آبجکت رو اول ببینیم. اینترفیس گیم آبجکت هم این شکلیه که یه دونه آیدی از سین داره، یه دونه آیدی از خودش داره، آیدی خودش رو در اصل نگه میداره و بر اساس اینکه پروگرامر خب میدونه که این گیم آبجکت چیه میتونه اینترفیس اون چیزا رو فچ کنه. نکته ای که اینجا میتونید باز بهش دقت کنید اینه که من اینا رو پاس بای ولیو میکنم، یعنی هیچ رفرنسی بهشون نگه نمیدارم هیچ جا. چرا این کار میکنم؟ چون که اینترفیسن و خیلی سبکن. در از ترانسفورم اگه نگاه کنید، ترانسفورم انگار سایزش هیچی نیست انگار. البته یه سایزایی داره دیگه، بالاخره یه سری پارامتر اینجا تعریف شده، یه سری ممبر وریبل تعریف شده، ولی سایز آنچنانی نداره. واسه همین من نگران کپی شدنش به هیچ وجه نیستم. باز اگه تایپ کامرا رو بخوایم نگاه کنیم که میخوایم بریم در موردش صحبت کنیم، ممبر وریبلی که نداره. اگر بخواد کاری انجام بده، گفتیم این اینترفیسه، اون چیزیه که یوزر قراره باش کد بزنه. اگر مثلا چون فیلد آف ویو کامرا رو میخواد عوض کنه، من دقیقاً میرم سراغ اون دیتایی که به صورت دیتا اورینتد من دیزاینش کردم، میره سراغ اون دیتا. و اون دیتای کجاست؟ اون دیتای دقیقاً میس کردیم. اون دیتا دقیقاً یه جایی اینجا هست. اون دیتا دقیقاً اینجاست. اون دیتا رو من اسمشو گذاشتم کل دیتا. به خاطر چی گذاشتم کل دیتا؟ من یه مفهوم کلی واسه خودم گذاشتم. یه هات دیتا دارم، دیتایی که سیستم من انگار خیلی باهاش کار داره و اکسسش بهش خیلی زیاده. دیتا هایی که یه کمی سردترن و کار زیادی باشون نداریم و گذاشتم توی کل دیتایی.
و خب این ستینگ کامرا واسه من یه جور کل دیتا. چرا کل دیتاست؟ به خاطر اینکه من بر اساس این عددهایی که اینجا هست و پروجکشن تایپم در اصل اون شکل کامرامو درست میکنم، اون ویو پورتی که میخوام ازش دنیامو نگاه کنم و درست میکنم و خیلی کار جدی هر فریم من با این مقدارا ندارم. واسه همین اینا رو کل دیتا اسمشون رو گذاشتن و یه جای نگهشون میدارم. خیلی جای دوری هم نگهشون نمیدارم، نزدیک بقیه دیتاست، ولی جدا میکنم لیاتشون از دیتای هاتم، به خاطر اینکه دیتایی که من هر فریم قراره ازش استفاده کنم واسه رندر کردن دوربین هام دیتای دیگه ایه، این دیتا نیست و اینو من از کش دارم میارمش بیرون، کش اون لحظه که میخوام رندر کنم. باز اگه بخوام برم یه قدم جلوتر، جایی میشه که من دارم پروسه رندرینگ رو مثلا انجام میدم، میتونم برم سراغ لایت مثلا. من جایی که دیتای لایت، دیتای مثلا چه میدونم تکست رندررم، دیتای گیم آبجکت هم همشون همین دیسیپلین رو رعایت میکنن. یعنی من توضیح نمیدم به خاطر اینه که همشون همین شکلی هن. یه اینترفیسی دارن، یه اینترفیس آبجکت اورینتد و یه دیتا اورینتدی که خودش یه جاهایی بر حسب نیاز دو تا تیکه میشه، یه کولد دیتا یه دونه هات دیتا. یه جای خوبی رسیدیم. فرض کنید که من یه جایی میرسه که یوزر به من میگه که خب یه دونه لایت آبجکت جدید واسه من درست کن. من لایت آبجکت جدید که میخوام درست کنم به اون کولد دیتا، اون دیتا منیجر اصلی که دارم که از تایپ کولد مثلا داره واسم، یه دونه میگم الوکیت کن. الوکیت کردنش در اصل این شکلیه که ایندکس رو انگار یه دونه اکستند میکنه و توی آرایه‌ای و ایندکس اونو به من میده، یعنی هیچ کار اضافه ای نمیکنه. تنها کاری که میکنه اینه که یه دونه ایندکس رو میبره، یه دونه انگار سایز رو زیاد میکنه و ایندکس اون آخریه رو به من میده. این باز چیزیه که به نظر یعنی خیلی کمک کرده به من. اینا رو باز من ازش میگذرم چون خیلی موضوع خاصی نیستن. موضوع اصلی که من دارم اینجاست، یکی آپدیت تمام لایت های محیط و یکی هم رندر تمام لایت های محیط. خب من سایزمو میگیرم، سایز کل آیدی هام کاملا متناظر با سایز کل دیتا ها و سایز کل متریکس های وردم، سایز کل ویو هام، متریکس های ویو، و پوینتری میگیرم به شروع تمام دیتا هایی که دارم از جنس های مختلف. کل دیتا ها رو میگیرم، ورد مپ رو میگیرم، ویو مپ رو میگیرم و یه پوینتری هم میگیرم به پایپلاین رندرم که حالا دیفرد نمیدونم فوروارد هر چی که هست و بر اساس سایزی که داشتم، یعنی سایزی که میدونم همه اینا مقدار توشون هست، شروع میکنم به ایتریت کردن و یه سری پروسس رو انجام میدم که حالا این پروسس رو خیلی ما در موردش صحبتی نداریم، ولی نکته‌ای که هست اینه که یعنی اتفاق جدی که اینجا میفته اینه که سی پی یو به خاطر اینکه میرسه به یک جای این شکلی و میبینه که خب یه سین دیتایی لازم داریم که این سین دیتا یه جای از مموریه، اینو فچ میکنه میاره توی و میبینه توی کشش نیست، کش میس میده و میارتش توی کش الوان. این واسه کل دیتا همین اتفاق میفته، واسه ورد مپ همین اتفاق میفته، واسه ویو مپ هم همین اتفاق میفته و هیچ اشکالی نداره. البته اشتباه کردم، این ویو آرایه نیست، این ویو یه دونه است، ولی خب این دوتا آراین که من با اینا کار دارم. در هر صورت یه کشمیسی میده و تمام این دیتا ها رو میاره توی کش الوان، ولی از اون به بعد به خاطر اینکه این دیتا ها پشت سر هم کل دیتا چیده شده،
کل دیتایی که من نیاز دارم بهش مثلا، و پشت سر هم دوباره توی یه دونه تیکه دیگه کش الوان ورد مپ چیده شده که من باز بهش نیاز دارم و وقتی که ایتریت بکنم روشون، یعنی طبیعتا یه جایی مثل این آیوم آرایه ورد مپ رو میخوام، سی پی یو یه نگاهی میندازه و میبینه که خب تو کش الوانش هست و خبر خوش میتونه واسه من این باشه که سایز این دیتا استراکچرامو کوچیک انقدر نگه دارم که مثلا اگر که الان مثلا اگه میتونم 100 تا شد توی یه دونه کش لاین نگه دارم، بتونم انقدر کوچیکش کنم که انگار مثلا 1000 تاشو نگه دارم توی کش لاین. و من قطعا توی این تیک کدی که دارم به کشمیز خواهم خورد توی این ایتریشن، ولی به جای این که مثلا اگه میخوام 1,000,000 تا آبجکت رو رندر کنم، به جای این که 100,000 بار کشمیز بخورم، انگار اوردرش رو برداشتم آوردم گذاشتم روی 1000 بار کشمیز خوردم و این کاره یه پرفورمنس خیلی جدی به من داده. این یه نمونه از دیتا اورینتد تلفیقش با آبجکت اورینتده و من این کارا رو خیلی دوست داشتم، یعنی خیلی فنش شدم. باز همین پروسه توی رندرینگ هم اتفاق میفته، یعنی من دوباره کش میکنم هر چیزی که میخوام و دم دستمه، کش میشه توی سی پی یو و بر اساس این یه کاری انجام میدم. میبینید این کارهایی که من اینجا کردم اصلا کارهای سبکی نیست داخل این حلقه فورا اتفاق میفتن، ولی پرفورمنس خیلی جدی به من داده. قطعا من خیلی جای اپتیمایز کردن دارم توی این کدایی که اینجا هست، ولی فعلا نیازی ندارم بهش اینجوری. یه چیزی بگم؟ بگو. ببین یه سری جاها تو هی داری دیتای سینو میگیری، این آپدیت داره هر فریم میخوره، درسته؟ کجا مثلا؟ مثلا برو رو آپدیتت، این آپدیت هر فریم هم داره میخوره. بله هر فریم میگیری. خب بله یک بار داری اینجا کشمیز رو میدی احتمالا. خب چون بعد از یکی به این نکته البته اینا ببخشید بیاد آقا وسط حرفت، اینا یه دونه نیستن ها. ببین این یه دونه است، ولی این 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا کشمیزه، اینا هم باز هستن. حرفم کار شدنشونه، یعنی تو 30 فریم داری آپدیت میدی، 150 بار داری کشمیز میدی احتمالا. خب بله. خب نکته من حرفم اینه که این دیتا سین دیتای تو که هر فریم احتمالا عوض نمیشه. خب این کشه چرا چیز مثلا نیومد اینو به صورت ابزرور تور این کار رو انجام بدی؟ این سین دیتای یه جایی باشه تو کشه مدام میدونی چی میگم امبدش کنی. حرفم اینه. چرا نکردم نمیدونم چرا نکردم، یعنی دلیلی نداشتم. میگم این کد جای اپتیمایز کردن خیلی داره، یعنی شکی تو این ندارم و این کد هم هنوز کامل نیست، یعنی تموم نشده اصلا آبجکت سیستم. ولی حرفت درسته، یعنی یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که اینو کش کنم مثلا یه جایی که وقتی میام تو این آبجکت همیشه دم دست باشه. آره میتونم این کارا رو بکنم، حرفت درسته، ولی نکردم. نمیدونم چرا نکردم، اصلا شاید برام مهم نبوده انقدر. ولی خب ببین یه نکته رو بهش دقت کن دیگه امین. یه چیزی مثل این که تو میگی مثلا یک بار در فریم داره اجرا میشه، قابل قیاس نیست با این سایزی که ممکنه یه موقعی بشه عددش 1,000,000. 1,000,000 بار قراره این اتفاق بیفته. میگیری چی میگم؟ یعنی اینم میتونه اپتیمایز بشه، ولی اوردرش مثل این نیست، اوردر تأثیری که خواهد گذاشت. حرف منو گرفتی؟ حرفتو گرفتم. بحث من این فوره است که یه بحث دیگه هم در مورد خود این فوره دارم. خب این که داری توی فور که 3 تا آرایه داری اگه اشتباه نکنم یا 4 تا. اینجا 3
دو تا آرایه است، دو تاست. این دوتا آرایه رو داری توی یه فور انجامش میدی خب و هم داری با یه ایندکسی اینا رو جابجا میکنی. این مطمئنا موقعی که داره دوباره میره مثلا ورد متون میخواد بگیره بله. ورد کشمیس هم اینجا دوباره داری میدی، یعنی آره. کشمیساتو آره دقیقا همینه که میگی. و خب ببین الان من دارم یعنی حرفم اینه که این کد یه نمونه بدی از دیتا اورینتده و اینو من خودم قبول دارم، ولی پرفورمنسی که به من داده مثلا یه بنچمارکی که خیلی وقت پیش روی کارت مثلا 80 بود. نه ده 80 نبود اون کارت، یه کارت ATI معمولی بود مثلا جنریشن قبل بود و ولی خب کارت گیمینگ بود، کارت جدی بود. به هر حال من پرفورمنسی که با این گرفتم 1 میلیون تا ورتکس توی ویو پورتم بوده با 60 فریم در ثانیه و بدون هیچ مشکلی. این نکته خیلی مهمیه در مورد اینکه مموری چجوری بچینیم، یعنی من نتیجهشو اینجا خیلی واضح واسم روشن شد نتیجهش. به هر حال من میخواستم یه ذره مثال واضح‌تری ازش نشون بدم، ولی خب شما اصلا اینو مد نظر قرار ندید به هیچ وجه، چون این کد نمونه خیلی بدی از دیتا اورینتد. من باز یه نمونه دیگه ای هم دارم، اگه کسی این وسط صحبتی داره خوشحال میشم، چون که من باید یه کدیو از توی گیت هاب بگیرم، البته میتونم خودشم بیارم. باز اگه که صحبت داره بگه. یعنی جلسه گفت یه سری سوالا داره، سوالاشو پرسید نپرسید، یعنی تو چتشان نگاه کردم. آره من اول داشتم ستیم کردم. اگه میخواید بپرسید آره کاری بپرسید بکنه بچه ها هرچیه. اگه الان امکانش هست. آره ببین جلسه قبل در مورد کورای سی پی یو گفتیم مثلا DDR رما که اومد بالاتر، مثلا DDR3 3 تا باس داره، ولی مثلا ما یه سی پی یو 8 کور داریم که مثلا کنار اون همون رم DDR3 داره کار میکنه و چجوری مثلا 8 تا سی پی یو رو 3 تا باس داره از دیتا رم میگیره و رم میده، ولی چی میگن اینستراکشن مثلا استاپ نمیشه یا مثلا میس نمیشه به اون حرفایی که زدیم. این وظیفه چیز دیگه، وظیفه ترکیبی، وظیفه سی پی یو به علاوه مموری کنترلر. یه ماژولی هست توی همون نورث بریج که کارش سر و کله زدن با مموریه، یعنی مموری رو سعی میکنه که رفرشش کنه به موقع و دیتا ازش فچ کنه. یعنی این حرفی که داری میزنی دقیقا همون باتلنکیه که وجود داشت، یعنی به خاطر این شد که رم DDR2 مثلا اومد به بازار، به خاطر اینکه 2 تا باس داشته باشه و جوابگوی سی پی یو باشه، سی پی یو های مدرن تر. دوره رم DDR3 همین شکلی، ولی این وقفه در از وظیفه انگار اول و آخر سی پی یوه که مدیریتش کنه. هیچ اینستراکشنی قرار نیست میس بشه به هیچ وجه. اینستراکشن ها توی استک خودشون میمونن تا زمانی که بتونن یکی رد بشن دیگه، یعنی هیچ وقت قرار نیست اون اینستراکشن میس بشه. ولی این وظیفه سی پی یو در نهایت، که اگر خیلی تکنیکال تر بخوای، من تکنیکال تر نمیتونم به جواب بدم چون نمیدونم الکترونیکی چه اتفاقی میفته، اینو باید خیلی نمیدونم واقعیتش چجوری بتونم جواب بدم. درسته. ولی بعد این شکلیه. یه چیز دیگه رجیستر گفتین که اکسسش کمتر از 1 سایکل طول میکشه. آره در حالی که مثلا L1 3 سایکله، L2 16 سایکله. آره دقیقاً. آره ولی تو زبانهای سطح بالا مثل سی شارپ و جاوا و پایتون و اینا ما به این رجیستر دسترسی داریم؟ ابداً دسترسی ندارید. ببین توی زبان C++ و C هم که مستقیما به رجیستر دسترسی نداری، مگر اینکه
وسطش کد مثلا اسمبلی بنویسی یا کلا بری تو اسمبلی این کار رو انجام بدی، کارتو انجام بدی. کد اسمبلی نوشتن خب توی سی شارپ و سی پلاس پلاس کار معمول نمیگم هست، ولی کار کاملا شدنی و اوکیه. میتونی یه تیکه کد تو مثلا اسمبلی بنویسی، ولی خب تو زبانهای سطح بالا نه، دسترسی نداری اصلا. حالا یه تیکه حرفم هم برمیگرده به زبانهای سطح بالا، ولی من این تیکه رو در موردش صحبت کنم بعد برمیگردم سراغ زبانهای سطح بالا. سوال دیگه ای هم داری؟ یه سوال دیگه هم فقط دارم. این زمانهایی که به ازای کش میشه اتفاق میفته تجمعیه؟ یعنی اگه تو L1 نباشه بعد بیاد تو L2 در مجموع 19 سایکل حروم میشه یا نه چون اومده تا L2 16 ثانیه حروم میشه، 16 سایکل حروم میشه؟ نه تجمیعی این مقدار سایکل که حروم میشه، به خاطر اینکه ببین سی پی یو میره سراغ L1 میگه که داری یا نداری این آدرس رو، میگه نه، یعنی این سایکلش حروم شد. دوباره میره سراغ L2 همین اتفاق میفته، دوباره L3 همین اتفاق میفته، دوباره میره سراغ در نهایت مموری کنترلر و میگه خب دیتا رو بیار دیگه. حالا شانس بیاریم اون وسط مموری کنترلر نگه که دارم رم رو رفرش میکنم، برو بعدم بیا. یعنی این تمام این سایکل هایی که حروم شد با هم دیگه جمع میشن، مقدار کلشون میشه. این عددی که من بهت گفتم این عدد تجمیعی نیست، نه، انگار سراغ هر کش هر لول کش که بریم این عدد واسه خودشه. من تو بنچمارکی که خوندم این شکلیه، من که خودم بنچمارک نکردم این موضوع، ولی توی دیتایی که خوندم پیپری که بود این شکلی گفته بود. ولی خب ببین اختلاف انقدر زیاده که اگر نمیدونم بخوایم مثلا بگیم که اوکی سراغ کش L1 رفتن مثلا 3 سایکل زمان بره، سراغ کش L2 رفتن چه میدونم 20 سایکل مثلا زمان میبره، خب حالا اون 3 سایکل رو مثلا ازش کم کنیم، اون یکی مثلا یه اوردر عددش 6 سایکل که نیست مثلا بگیم خب 2 برابر میشه بازم قابل چشم پوشی، اون عدده یه دفعه یه جامپ گنده‌ای کرده، یعنی مثلا رفتیم سراغ اوردر مثلا 20 سایکل و بازم این که تجمیعی باشه یا نباشه خیلی حالی به همون نمیده، بازم همین بدبختیه که داشتیم. ولی آره این عددی که من خوندم در موردش این شکلیه که هر کدوم واسه همون لول کش یا مموری بنچمارک کرده بود. خب این یه مثال دیتا اورینتدیه که من خیلی وقت پیش نوشتم، نمیدونم کی بوده، ولی خب بنچمارک کردم 2 تا حالت مختلف مموری اکسس رو که اگه بخوام خیلی صادق باشم باهاتون خیلی یادم نمیاد که چی بوده، ولی خب این خیلی خبر بدیه، در اصل یادم نمیاد که مثال چی بوده. من اینجا یه بافری رو دارم میگیرم از ولیو تایپ، مثال که او رو تبدیل به دیودی کرده ای توضیح داده بودی، اون رو گیتابت گذاشته بودی فکر کنم. اون یه چیکار کرده بودم؟ فریم گرافیکی استفاده کرده بودی. بله همینه، ولی اون تیکه دیگه کدشه. این ببین فقط بنچمارکشه، یعنی یه تیکه بنچمارکیه که الری فکر کنم که من فقط از مموری اکسس دارم. خب ببین اینجا کاری که من کردم یه بافر گنده‌ای میگیرم که سایزش هم اندازه این عددی که این بالا تعریف کردم که نمیدونم چقدر بود، تعدادش مثلا چند تا بود، تعدادش مثلا گیگابایت تقسیم به سایز آف این ولیو تایپ، پس ولیو تایپ هم خودش اینته، یه تعداد مثلا 1 میلیونی پیشه فکر کنم، یه ذره کمتر. من یه آرایی دارم میگیرم از اینتجرها، این ولیو تایپ هم بالا تعریف شده اینتجره و
حدود مثلا 1,000,000 تاست. 2 تا بنچمارک من نوشتم. این 2 تا بنچمارک هم یکیش رندوم دسترسی پیدا میکنه به این آرایه، تیکه های مختلف این آرایه رو تاچ میکنه به صورت رندوم. یعنی مثلا اول خونه چه میدونم 0 رو دستکاری میکنه. دستکاری کردنش هم اگر که باز نگاه کنم باید بهتون بگم که دستکاری کردنش چی بود. رندوم دستکاری کردنش اینه که یه دونه به مقدار اون خونه اضافه میکنه. یعنی اینتجر مثلا مقدار 0 یکش میکنه. این کار به صورت رندوم انجام میده یه فانکشن من. مثلا خونه 0 و خونه 100 بعد خونه 2 بعد خونه 100. این کار خب باید واسهتون واضح باشه دیگه. این یعنی چیزی که سی پی یو دوستش نداره، چون یه دقیقه آدرسش خونه 0، یه دقیقه خونه 100، یه دقیقه خونه 2 و این وسط هی مجبور کش لاینش رو رفرش کنه و هی دیتا بیاره توش و خب طبیعتا کش میس میده. و یه مدلش سکوئنشیاله، یعنی پشت سر هم شروع میکنه از خونه 0 تا آخری پیش رفتن و همین کارا رو انجام میده. میبینید این مثال این یکی رندوم است، این یکی سیکوئنشیاله و من دارم یکی یکی اضافه میکنم. این بنچمارکش خیلی بنچمارک های رزولوشنیه، بخاطر اینکه من دیگه تو اوردر سایکلا دارم بنچمارک میکنم. این وسط بخوام در مثلا اسکیل سایکل بنچمارک کنم، خب همه خیلی چیزا رو باید بیرون بندازم، مثل این رند، فانکشن رند، مثل این چه میدونم باقی مونده گرفتن، که این کارا رو من قبلا کردم. یعنی نگران این نباشید، من یه جایی دارم سمپل میگیرم مدام از یه سری کار که این باشه و تایم این کارا رو جدا اندازه گرفتم و در نهایت از توی محاسبه نهاییم این رند و نمیدونم باقی مونده گرفتن و این جور چیزا رو تمامش رو کم میکنم از بنچمارکم. و خب این یه نتیجه خیلی جالبی داشت واسه من که الان هر چی فکر میکنم میبینم که اینو من باید رانش کنم واسه تون تا خیلی ملموس بشه. و بدبختی دارم که این نتونستم کلام بگیرمش. یکمی حرف بزنید بچه ها اگه چیز دارید بتونم اینو بزنم بازیکش میتونم دانلود کنم راحت‌تر. اکتیو بودن گیم آبجکت ها رو چجوری تو هندل کردید؟ اکتیو دی اکتیو بودنشونو؟ آها سوال خوبیه. اکتیو دی اکتیو بودنشون اینجوریه که هر کدوم دی اکتیو میشن رو میندازمشون ته آرایه. یعنی آرایه ما کلشو میارم عقب، اون یه دونه دی اکتیو رو میندازم اون ته و تا یه ایندکسی میدونم که اکتیو ها هستن، بقیهشون دیگه دی اکتیو کاری باشون ندارم. آره. فیزیک هم گذاشته بودی یا نداری نه کلا؟ من کلا که میخوام داشته باشم ولی ندارم الان. نه. اوف. چقدر اینترنت افتضاح. بذار ببینم اگه بتونم همینجوری پروژه خالی بسازم و رانش کنم. امید جانم صدا. هم برو عقب که زیپشو دانلود کن، کل زیپر رو باز کن تو ببین پروژه راحت کن. خب زیپشو دارم تلاش کنم دانلود کنم ولی 3 کیلوبایت پر سکند دانلود میده. نمیدونم چجوری من دارم شما صحبت کنم. بفرستم آها URL شو بفرست من برای دانلود کنم تو همین بفرستم. نمیخواد. بذار من همینجا یه پروژه دانلود میسازم، کد رو فقط رانش کنم. البته امیدوارم بنسی فکر کنم به جایی نداشته باشه البته. خب
میخوای یه دقیقه شیرینگ اسکرینت رو قطع کن که سرعت نت درست شه، بعد اون رو راحت بتونی دانلودش کنی. اوکی. خیلی ولی فکر کنم فرق نمیکنه. من خیلی عجیبه برام، نمیدونم چرا اینجوری اینترنت. بذار اینم کانکتش کنم. که سوالی نداره. آره خیلی برام عجیبه که هیچ حرفی نداریم. نمیدونم انقدر واضح بود یا اصلا به درد نمیخورد. میخوای در مورد سایکل سی پی یو که حرف بزنی، اون چیزی که داشتی و نداری داری. در مورد چی؟ اون چیزای سی پی یو چه اتفاقای سخت افزاری میفته که یه سایکل اتفاق میفته، اگه چیزی داره به یه سپر فکرم یه چیزایی داشت. آها آره اگه داره که منم خوشم میاد بدونم. اگه نداره که هیچی دیگه. لو ببینیم. سلام به همگی، ببخشید من مقدار دیر اومدم. ببین یه اجازه بده من یه ذره خودم برای سعی میکنم تو یکی از همین چت‌هایی که داریم یه مفصل آماده کنم بیام یه صحبتی راجعش بکنیم همگی. خب هم یه ذره خودم یادم رفته، هم که حالا دقیق مسلط باشیم یه چیزی نگیم که اشتباه باشه. ولی تو هدفم هست که دوست دارم راجعش صحبت کنیم. یه اینکه حالا سی پی یو داره چجوری کار میکنه، این هر سایکلی دقیقا داره چه اثری رو سی پی یو میذاره، این که حالا مثلا میگیم فرکانس سی پی یو چجوری روی سرعت پردازش تاثیر میذاره، این فرکانس چجوری تاثیر میذاره روی همون واحد کنترلر رم، چجوری از رم دیتا رو میخونه. من به نظرم بد نیست که یه دیدی نسبت به اینا داشته باشیم. باز من میگم به نظرم خوبه که هر برنامه‌نویسی بدون این چیزها رو حدودی و حالا این کمک میکنه که شاید کیفیت این مطالبی که داریم اینجا با هم صحبت میکنیم برای بچه‌ها یه مقدار ملموس‌تر باشه. آره قطعا که خیلی مهمه اینا دونستنش. آره حالا انشالله میگم حتما همه میدونیم ما الان توی فشاری هستیم که داریم این کارا رو جمع جور می‌کنیم، تحویل بدیم، مقدار درگیرن. یه ذره سلام فقط حتما آماده میکنم میارم توی همین تاکا با هم صحبت کنیم راجعش. ایوه خیلی خوبه. دمت گرم. بچه ها من متاسفانه نمیتونم کاری انجام بدم با این اینترنت، خیلی متاسفم. لینکشو یه دقیقه. ولی خب ببین من یه کاری میکنم، من لینکشو میذارم چون جلسه‌مون طولانی میشه اگه بخوام هی ترای کنیم. من لینکشو میذارم تو همین گروه. یه پروژه سی پلاس پلاسیه، میتونید کلون بگیرید و رانش کنید واسه خودتون. دو تا تیکه داره دیگه، دو تا پروژه، آره دقیقاً پروژه مختلفه که هر دوتاشون کار مختلفی انجام میدن. ولی خب یکیشون کاملا دیتا اورینتد، یکیشون یه بنچمارک بین بین انگار سیکونشال مموری اکسس و رندوم مموری اکسس که میتونید دوتاشو ران کنید، یه ریزالتی توی کنسول بهتون میده که اونو میتونید مطالعهش کنید. الان یه ذره داستان ادامه دار میشه. من لینک رو میذارم توی گروه و همین. ببین در مورد مالتی تریدینگ هم میخواستم صحبت کنم که باز نرسیدیم. مالتی تریدینگ و خودشو من میخوام یه جلسه بهش اختصاص بدیم خیلی جدی. همونجا باز در مورد خوبی و بدیاش میتونیم صحبت کنیم، یعنی اینو فراموش نکردیم. اگه حرفی هست، سوالی هست، من هستم در خدمتتونم.
در هر صورت تموم شده، اگر که کسی هم میخواد بره که میتونه بره، گرچه که میتونه زودتر هم بره البته. خواهش کنم. قربانم، خواهش کنم. سلامت باشی. آقا دست در نکنه. خواهش کنم. شما خواهش خیر. کنم. مرسی. خودتون. قربان شما، مخلصم. متشکرم. پس فعلا بچه‌ها، خداحافظ. خداحافظ.